آروم باش پسر. من شما رو میشناسم آقا. فکر نمی کنم. من چندین ساله که اینجا نبودم. اسمم سایلاس گریوسه. سایلاس گریوس؟ همون شرخر معروف؟ قبلا بودم. اینجا تو آبلین چی کار میکنی؟ داشتم رد می شدم. یه کاری داشتم که باز تمومش می کردم. قربان، باعث افتخارم اگه اجازه بدین یه نوشیدنی مهمونتون کنم. خوردن و نوشیدنی واسه من افتخاره. خیلی خوش اومده. من دعایم اینجا که اون یکی هم استیو بنم پشت پیشکون وایساده. شرط میبندم داستانه فوق‌العاده ای داریم. چند تایی دارم. داستانات واقعی هم هستن؟ درست صحبت کن جک. یه خورده. جریان تیراندازیتون با دار و دسته هنری پلامر چی بود؟ تو باناک مونتانا همونجا بود که تصمیم گرفتین شهرخر بشین؟ لطفاً برامون تعریف کنی. هرچی که توی رمانای 10 سنتی میخونی و باور نکن پسر جون. اولین کسی که شکار کردم مال موقعی بود که با بیلی بچه سوارکاری میکردم. تو بیلی بچه رو میشناختی؟ معلومه میشناختم. اون پسر بچه لاغر مردنی اصلا نمیترسی. جلو هیچ کی کم نمیاد. شنیدم ستاره‌های علوی هر مردی که میکشته جمع میکرده. یه جنگ بود پسر، جنگ لینکن کانتی و بیلی به تمام همپیمانانش قول داده بود جون تمام آشغالایی که به جان تانستال عوضی کمک کرده بودن رو بگیره. اون بچه یه نشونه بزرگ روی شونش داشت و خیلی هم علاقه داشت تیراندازی کنه. همین باعث شده بود آدم خیلی خطرناکی بشه. حدود 30 سال پیش بود. بیلی توی مزرعه نزدیک استینکینگ اسپرینگ قایم شده بود. رفتم اونجا به خاطر اینکه مردی که قسم خورده بودم ازش انتقام بگیرم با دشمنای بیلی بود. ولی قبل از اینکه بهتون بگم چرا میخواستم اون لعنتی بمیره، بذار بهت بگم اون روز چه اتفاقی افتاد. داشتم به سمت مخفیگاه میرفتم که یهو این احساس بامزه بهم دست داد. خیلی خنده‌دار بود؟ نه استی، یه جور دیگه بامزه بود. شنیدی پاد چی گفت؟ ما باید همینجا بمونیم و حواسمون به جاده باشه. این اصلا خوب نیست. خوشی بی خوشی. میدونستم که اون دوتا دیوونه نمیذارن رد شم. چاره دیگه ای نداشتم. Yeah, is he with us? قانون پتگرت بود؟ من صدای شلیکا رو شنیده بودم و میدونستم باید سریع حرکت کنم. گرت و ارتشش تمام مزرعه رو محاصره کرده بودن. شلیک کنه. بخش بشید. لعنتی. دارن اب پشت میاد. تصمیم گرفتم به بیلی و پسرها کمک کنم. از همین کارو کردم. یه نفر
پشت همونطور سرمونه. که شهردار نیروی بهش یه مقابل گرفتن پوشش داد بدید. دسته بیلی پول میداد، گرت هم میتونست هر تفنگداری رو استخدام کنه. میشه که اونا بکشن؟ تو هیچ جا نمیتونی. بکشینه. بکشینه. کارا تمومه. مراقب باشین یکی از لالا این گره کروب افراد جهنم نه بخاطر گرت شیرینی نمادهای سرکنده این برون روز بر باشین بیاین اینا رو فراری بدین. با این حال یکی از اونا به تاکر آب رسید. فکر بدی هم نیست، از اون بالا انگار داریم قلمون شکار میکنه. بکشین. خوشبختانه این تیراندازایی که گرت استخدام کرده بود تیراندازای ماهری نبود. واقعیت درست خیلی مهمه. من خودم شخصا ترجیح میدم بالاترین نقطه باشه. معلومه میدونم. البته ولی کجا بودم؟ آره میشه که اونا بکشن؟ خیلی از اونا ولگرد یا کسایی که فقط دنبال دلار میگشتن. آدم این کارو میکنم. بعدش یه صدای آشنا شنیدم که داره از پنجره فریاد میزنه. از گر اقل ما پوششت پوششت میدیم. میدیم. هدف بگیرید داستان. راستشو بخواین ضبط واسه پنجره. پشتخونه خیلی هم خوب نبود. حواستون باشه. این گلوله خیلی جوانه. نصفشون رو کشتن. ولی این کار فقط اونایی که زنده موندن و عصبانی تر. دیگه کاریت ندارم. اندازی استعدادی نداشتن ولی نمیدونم چرا مهماتشون تموم نمیشه. یه ذره سخت بود ولی بالاخره تونستم راهمو پشت خونه باز کنم.
همونطور وارد همتون شدم. رو هیچ میکشم، کدوم از تیراندازا لعنتیا. اونجا نبودن. از دیو کثیفه رد شدم. بدتر از یه موشه که تو تله افتاده. طبقه بالا بیلی و چارلی بود رو پیدا کردم. منم بکشید. چطوره؟ دوست داری؟ بیلی به هم گفت به موقع رسیدی رفیق. یه اسلحه بردار برو سمت پنجره. یعنی تو با بیلی کوچیک دوست بودی؟ آره یه جورایی. یکی اونو بکشم. ما توسط 12 تا تیرانداز محاصره شده بودیم. تمام روز این کارو بکنم. یارت کنی داره تمام عوضات میده. همون موقع چارلی تیر خورد. بیلی داد زد. اونا دارن از دو طرف بهمون شلیک میکنن. تو برو اون طرف. بکشینه. نمیدونم چرا کسی رو کشتم. ولی کاملا حتی برای بیلی که شاید احتیاط براش مهمتر از شجاعت. وقتش بود تمومش کنیم و بزنیم به چاک. بیلی داد زد اونا اسلحه گاتلینگ داد. برو سراغ اسلحه و بیارشون اینجا. من حواسشون رو پرت مستقیما این دستور رو به من داد و منم با خودم فکر کردم چرا باید این کارو بکنم. ولی به هر حال رفتم. اون موقع چه احمق بود. عوضی ها کارشون رو تمام هر کی کردن. جا بود فرار. ولی اون موقع احساس اشتباه شکست ناپذیری که خیلی از جوونا دارن رو داشتم. مثل چه؟ چی داری میگی پیرمرد؟ جک اون داره باهات شوخی میکنه. بهتر همینطور باشه. خواهش میکنم ادامه بدید. لطفا سایلاس صدا میکنی. خب کجا بودن؟ داشتین میرفتین استم؟ Gonna cut you, boy! از بین یه عده زنها باز کردم. لعنتی! گرت یک گروه خیلی بزرگ از تیراندازا رو جمع کرده. درست وقتی که فکر کردم همه مردن تعداد بیشتری از این لعنتی‌ها پیدا شده شد.
بالاخره استبل و جلو رو. بعد از جنگ شاید میتونستیم یه مرغ کبابی بزنیم به بدن. اون موقع بود که کلانتر پتگرتو دیدن. تو واقعا کارت خیلی درسته. اونی که پشت خنجر زد ستاره حلبی به کتش وصل بود. شما باش دوئل کردی. اینو توی یه رمان 10 سلتی خوندی؟ نوشته بوده اینه یه مار شما رو دنبال میکرد و اصلا هم از شما نمیترسید. و شما اونو توی دوئل کشتی. تو اون رمان ارزونه اینو نوشته بود؟ نه پسر جون، منظورم از این که گفتم پتگرتو دیدم این نبود. بذار دوباره بگم. بالاخره رسیدم به اون استبداد. پامو گذاشتم اون تو. آخرین چیزی که شنیدم صدای گرت بود که گفت این که بیلی نیست. خوندم که شما باهاش رو در رو شده بودین. آخرش؟ پسر جون تازه اولش بود. انعام خیلی خوبی برای رینگ و بیل فرفری گرفته بودم. فهمیدم که میشه بازم پول در آورد. به خاطر همین رفتم دنبال هنری پلامر. اون همون کلانتری نبود که درآمد بیشترشو از دزدی و معدن کار و دزدیدن محموله طلا به دست می آورد؟ چرا؟ خودشه. آره اونو یادمه. اون رئیس دار و دستای دزدای یاقی بود که بهشون بیگناهان میگفتن. پس درسته که باش روبرو شدی؟ قطعاً همینطوره پسر، قطعاً همینطوره. میدونستم اگه قرار رد باب برایانتو بگیرم باید یه سری منابع داشته باشم. کشتن پلامر راه خوبی واسه پولدار شدن بود.
بزرگان شهر اونو لو داده بودن که سردسته راهزن است. پول خوبی هم واسه سرش جایزه گذاشته بودن. پلنامه رو افرادش رفته بودن تا آخرین معدن طلا قبل از فرارشون غارت کنن. اینجا بود که من فکر کردم میتونم پیداش کنم. بستادن کنار این همه بطری باروت منو مضطرب میکنه. واسه چی باید مضطرب بشی؟ هیچکی جرأت دنبال کردنمونو نداره. همونطور که آخرین پدر روحانی به هم گفته بود خدا آدم رو آفرید ولی سامان خود اونا رو با هم یکسان کرد. میدونستم که اون دینامیت مال من نیست، بنابراین تصمیم گرفتم که اونا رو برگردونم. اون بزرگترین غارت طلا بعد از دزدی ساترمیل تو سال 1848 معدن کارا تنها کسایی نبودن که به سمت اون ثروت کشیده شدن. میکشمت. دزدا و قاتلایی هم بودن که از مسافران رسیدی کردن و محموله های طلا رو می‌دزدن. مثل اونایی که با پلامت فرار کردن. یه سریشون که مردم عادی شهر بودن چون میخواستن راحت پولدار بشن. میکشمت. چارلی کرو آهنگر جیمز که تو استاب کار میکرد. سم و جرمیا باربر که پسرای قصاب بود. مردم عادی که زندگی دوگانه داشته. خیلی جالب. از همسایه‌هاشون دزدی میکرد و اونا رو می‌کشت. What in tarnation? البته بقیهشون سربازای کهنه‌کاری بودن که تو میدونای جنگ شیلو و آنتیتام آموزش دیده بودن. افراد خطرناک ازشون گذاشته. من عوضی رو بفرست زیر نامه خواه. آدمای سیاه لیست پرداختش. خیلی اون وانمود میکرد که داره از اموال عمومی محافظت میکنه در حالی که دزدی میکرد. اون یه منطقه دفاعی تعیین کرده بود که من نمیدونستم چطور داشته بود. Damn ears are ringing. تعدادشون زیاد بود و منم تو درد سر افتادم، ولی انقدر لجباز و احمق بودم که نفهمیدمش. حتما فکر کرده بودم من ترسیدم یا اینکه دلم میخواست بمیرم. میدیدم اونجا چقدر بشکه‌های باروت. یه گوله یا جرقه اشتباهی بهشون بخوره همه چی میره رو هوا. فکر میکردم یه جور قهرمانم.
بالاخره از اونجا رد شدم و به سمت سرنوشتم حرکت کردم. ولی اول باز یه چیزایی رو میفهمیدم درباره اینکه چطوری برم اون توی فکرایی داشتم، ولی وقتی تصمیممو گرفتم فهمیدم که هیچ راه برگشتی نیست. بنابراین اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که وارد اولین ورودی معدن بشم. یه راه ورودی دیدم، عاقلانه بود. سریع‌ترین راه برای ورود، ولی همین مورد خطرناکش میکرد، چون که بدون شک تو را محافظایی بود. نمیتونی میکنه حالا با تو چی؟ Hit the dirt! God damn him! Show yourself, coward! میکشمت. Can't hide forever! میکشمت. علاوه وقتی وارد یه همچین معدنی میشی همه روشون به طرفت بر میگرده. تازه اون راه های پیچ در پیچ هم بدترین قسمت داستان نبود. ببین! اون ستونا خیلی عمیق کار گذاشته شده بودن. You won't get away with this! اگه یه حرکت اشتباه میکردی همشون رو سرت خراب میشدن. بکنم این تموم شد. واکنش‌های سریع معمولی وقتی اتفاق میفته کرد. خوشبختانه خیلی راحت نمیشد با من مبارزه کرد. فقط باید خیلی مراقب می بودم که خودم اونجا زیر آوار حبس نمی کردم. با اون همه باروت و دینامیت وقتی میخوای شلیک کنی باید بدونی هدفت کجا. فقط یه جرقه کوچیک لازمه، بعدش یهو بوم. لعنت به تو گریوز. You'll die for this, you hear me? از یک کسمی تیرای معدن آمیزونت میکنم. یه گله اشتباه هم که بود اون سرم خراب. اعتراف میکنه که نسخه من با سرم نه تنها مردم بلکه دیوونگی هم بود. خوبیش اینه قبل از اینکه اون نقشه مسخره رو امتحان کنم کلاً بی خیالش شدم. به جاش یه نردبون دیدم، یه راه دیگه برای ورود به معدن. راهش طولانی تر بود ولی اون موقع خیلی عاقلانه تر بود. البته از اونجایی که با ارتفاع مشکل داشتم استفاده از اون نردبون بدجور منو ترسونده بود. با این رفتن از نردبون نیازمند احتیاط بیشتر بود. با اینکه جوون بودم و قابلیت‌های زیادی داشتم.
هیچ کس نمیتونه وقتی داره از نردبون میره پایین واسه یه گوله جا خالی بده. باید تا آخرین راهو میرفتم. وقتی بین بهشت و جهنم گیر کردی اصلا کار ساده ای نیست. تصمیم گرفته بودم که تسلیم نشم. از اون جایی که کلانتر پلامر شخصیت شرورش رو پنهان کرده بود. وقتی مردم فهمیدن که کلانتر چی کار میکرده عصبانی شده بودن. $10,000 واسه سرش جایزه گذاشته بودن و میتونست پیدا کردن باب خیلی بهم کمک کنه. همین با وجود تمام سختی‌هاش. ولی اول باید یه تصمیمی میگرفتم. با آسانسور برم یا از نردبون برم. میخواستم غافل گیرشون کنم، درست مثل تمرینا. گرم شده بودم دیگه هیچی مهم نبود. پلامر یه سگ قاتل دیوونه مردم نوادا لیاقتشون بیشتر. شهر نوادا؟ فکر می‌کردم پلامر با دلالاش توی باناک مونتانا ملاقات کرده. درسته که اون همزمان کلانتر دو جا بود، ولی خب نه اینجا بود نه اونجا. نکته اینجا بود که از بین بردن اون جون خیلی ها رو نجات میداد، از جمله خودم. هنری پلامر کاملا عصبی شده بود و من میتونستم ببینم که این کار ممکنه یه ذره تلاش لازم داشته باشه. میتونی فرار کنی ولی واسه همیشه نمیتونی قایم بشی. این جوله خیلی جمعه. واسه به همه کمک احتیاج دارم. زود باشی پسرا، این یارو رو از اینجا ببری. Yeah, you know you can't beat باید تیکاتو جمع کنن تا بتونن دفع منم میتونم تیراندازی کنم. لیاقت جمعی نیست اینطوری بمیره. بمیره چی؟
دمت به دره نوازی میکنه با کاشینه جان بینه اون عوضی رو بکشه. من میتونم که نمی کنم بیا بیرون باید تیکات جمع کنه تا دفت نشده میتونی تا ببینید چی میشه باید با کاکنداز جمع کنم اینطوری بود که هنری پلامر باید قد وزنشون به هم طلا میدادن و حالا من رسما شده بودم یه جایزه بگیر. خیلی ممنون. آره بعضیا میگن انتقام یه غذاست که باید سرد سرو بشه. سر اون یارو باب که دنبالش بودی چی اومد؟ من شخصا دوست دارم درباره بقیه ماجراجوییات بشنوم. مثلا نمیدونم تو تا حالا با اون سرخپوسته رو در رو شدی؟ آره شدم به یادم یه بار دنبال یه آپاچی بودم گرگ خاکستری. عجیب این بود که انتقام اولین انگیزش بود. برای سر گرگ خاکستری جایزه گذاشته بودن و منم رفتم تو کوهستانا دنبالش. کوهستانای خیلی بلند که سر به فلک میکشیدن. گرگ خاکستری از آپاچیای چیریکاوا بود. از پزشکای اونا بود که گروهی رو برای انتقام خون مردمش رهبری میکرد. ایالات متحده در طول مراسم مقدس طلوع خورشید به قبیلش حمله کرده بود و قتل عامشون کرده بود. قتل عامی وصف ناپذیر. من خشمش رو درک میکنم. هیچی بدتر از این نیست که مرگ کسایی که دوست داری و به ظالمانه ترین و دردناک ترین روش ببینی. از همون اول نتونستم اینو نادیده بگیرم که گرگ خاکستری هر حرکتمو زیر نظر داره. اون گروهی از جنگجوهای آپاچی جوون رو رهبری میکرد که حتی حاضر بودم براش بمیرم. قبل از اینکه من اونا رو ببینم اونا منو دیدن.
رسید که شاید اون فکر خوبی نباشه. حالا که دیگه تیراندازی شروع شده بود هیچ راه برگشتی نبود. قبل از اینکه من اونا رو ببینم اونا اومدن. خونی زمستونی چیریکاوا. به خاطر همینم بود که عقب نشینی کرده بودن اونجا. باید اعتراف کنم پشیمون شدم از اینکه اونطوری رفتم شد. تعدادشون خیلی زیاد. پیدا کردی؟ نه اون دست ولی راه ورود به مخفیگاهشون رو پیدا کردی.
شکاف تو کوه که به یه غار عمیق میرسید. او که نرفتیم تو. آره ولی نه از روی شجاعت یا با همون اندازه ترس. میبینی اون موقع خیلی کل شق بودم و اصلا هم عقب نشینی تو کارم نبود. یعنی اون تو تاریک بود؟ در واقع به خاطر مشعلایی که روشن کرده بودن روشن بود. چقدر بزرگ بود؟ خیلی بزرگ. از زمان جنگ سالپوستا اونجا مخفیگاه چیریکاوا بود. میگن اونجا توسط روح اون کسایی تسخیر شده که به دست از سوار کشته شدن. غار توسط سرخپوستای مرده تسخیر شده بود. راستشو بخوای من بیشتر نگران زنده ها بودم تا مرده. از کجا درباره سرخپوستای آمریکایی میدونی؟ چند سال پیش با یه زن از قبیله مسکالرو ازدواج کردم. واقعا؟ آره اون واقعا از قبیله مسکالرو بود. بعدش چی؟ مجبور بودم فرار کنم چون اون دختره هیچ وقت ساکت نمیشد. همیشه به جونم نق میزد، داشت دیوونم میکرد. از اون موقع دیگه ندیدمش. نه منظورم اینه که گرگ چی شد؟ خب اونو تا غار مرگ تعقیب کرد. رفتم تو سرداب پر از آب و اونجا بود که دیدمش. بدون سلاح و بدون هیچ ترسی اومد طرفم. صداش توی تاریکی و سایه ها منعکس می شد و احساس کردم که نمیخواد به ما آسیب برسونه.
تاریکی قلب تو رو فرا گرفته. اگه آزادش نکنی تمام روح تو در بر میگیره. صداش یه جور طلسم باستانی سرخپوستی رو من پیاده کرد. و داستانش تو ذهن من باز باشه. دوباره برمیگردی های سیاه میشه. تاریکی درون تو قدر روش میکنه تا تو رو خارج کنه. اگه عشقی باشه رنگ کمانی هم به وجود نمیاد. اون گفت که من جنگجوی بزرگ یه روی صحرا که مثل سفید پوستان نیست یا یه همچین چیزی. آسانی های گذشته رو میشناسم. سمر اون بارها تو از یکاز آباد از بودها. من نمی‌فهمم که ولی واقعا مثل ما و قطعا جنگجوها شین گرگای گرسنه منو دوره کرده بودن و به هم حمله می‌کردن. نمیتونستن جلوی منو بگیرن و خاکستری هم نمیتونست حرف بزنه. راهی واسه خروج از این تله نداشتم ولی یهو یکی پیدا شد یه جوری مثل معجزه. دنبالش رفتم تو بادرش کنم منجی برداشو برام بگیر. بالاخره به خودم دیدم روی نبوی پرتاب دو سالی سیاه و سبیده رودخونه نگاه میکرد. بردو جادو درست در اینا رو از خودت در میاری؟ یه سری جزئیات ممکنه مبهم باشه ولی دقیقاً چیزی رو دارم میگم که واسه اتفاق افتاده. عزت جنگجوی آپاچی از رو به طرف قلب گرفته بود. شاید خیلی بیشتر از اون.
بزغال آباس از سراشیبی چشمه و صخره ها بالا میرفتم. من میخواستم گرگ خاکستری رو پیدا کنم و بفهمم دقیقا چی میخواسته به هم بگه. باورتون نمیشه، اون عوضی منو کشونده بود تله فکر میکنم حداقل 100 تا آپاچی بودن که منو محاصره کردن. 100 تا؟ باور کن. بیخیال، با کی داری شوخی میکنی؟ من حرفتو باور میکنم. بگو چجوری تموم شد. خیلی خوب، ولی دیگه زیاد کشش نمیدم. من کجا بودم؟ توسط 100 تا جنگجوی آپاچی محاصره شده بود. وقت نداشتم که دقیقا تعدادشون رو بشمارم، ولی خب خیلی بودن. آخرش یه راهی جلوم ظاهر شد که قبلا ندیده بودمش. منم اونو دنبال کردم چون میخواستم ببینم گرگ خاکستری چی میخواسته به هم بگه. ولی بعدش انگار اون لعنتی تو هوا ناپدید شد. هیچ وقت پیداش نکردم و هیچ وقتم پاداشش رو نگرفتم.